از بین بردن ترس، راهنمایی برای رهایی از محدودیت‌ها. ترس یکی از طبیعی‌ترین احساساتی است که هر انسان در زندگی تجربه می‌کند. این احساس در شرایط خاص می‌تواند به ما کمک کند تا از خطرات اجتناب کنیم. اما وقتی ترس بیش از حد شود، یا مانع پیشرفت و خوشحالی ما گردد، به یک مانع ذهنی تبدیل می‌شود. برای رهایی از ترس و کنترل آن، باید ابتدا دلایل ایجادش را بشناسیم و سپس روش‌های مقابله با آن را به کار بگیریم. چرا ترس ایجاد می‌شود؟ ترس معمولاً از تجربیات گذشته، ناشناخته‌ها یا پیش‌بینی‌های منفی درباره آینده سرچشمه می‌گیرد. ذهن ما به طور طبیعی تمایل دارد برای حفظ بقا به خطرات واکنش نشان دهد. اما وقتی این واکنش‌ها از حالت طبیعی فراتر روند، ما را در موقعیت‌های مختلف دچار اضطراب و نگرانی می‌کنند. گام‌هایی برای از بین بردن ترس. 1. ترس خود را شناسایی کنید. اولین گام برای مقابله با ترس، شناخت دقیق آن است. ترس خود را مشخص کنید و به این فکر کنید که چرا و چگونه به وجود آمده است. مثلا آیا از سخنرانی در جمع می‌ترسید یا از شکست در یک کار مهم؟ با شناسایی ریشه بهتر می‌توانید آن را مدیریت کنید. و 2. چالش با باورهای محدود کننده. بسیاری از ترس‌های ما ناشی از باورهای اشتباه است. این باورها را بررسی کنید و ببینید که آیا واقعاً منطقی هستند یا خیر. به خود بگویید اگر شکست بخورم چه اتفاقی میافتد؟ آیا زندگی من پایان می‌یابد؟ پاسخها معمولاً نشان می‌دهند که ترس‌های ما اغلب غیر واقعی هستند. 3. تقسیم ترس به اجزای کوچکتر. اگر ترس بزرگی دارید، آن را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید. برای مثال، اگر از تغییر شغل می‌ترسید، ابتدا تحقیقات کنید، سپس رزومتان را بهبود دهید و در نهایت قدم‌های کوچک برای تغییر بردارید. این روش باعث می‌شود ترس کمتر به نظر برسد. 4. تمرین مواجهه با ترس. یکی از بهترین روش‌ها برای غلبه بر ترس، روبرو شدن با آن است. مثلا اگر از صحبت در جمع می‌ترسید، با گروه‌های کوچکتر شروع کنید و به تدریج این مهارت را تقویت کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، اعتماد به نفس شما بیشتر خواهد شد. 5. تمرکز بر زمان حال. ذهن ما اغلب با فکر کردن به آینده یا مرور اشتباهات گذشته، ترس را تقویت می‌کند. با تمرکز بر زمان حال می توانید کنترل بیشتری بر افکار خود داشته باشید. تمرینات مدیتیشن و تمرکز می توانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند. 6. کمک گرفتن از دیگران. صحبت با افراد مورد اعتماد، مشاوران یا مربیان می تواند به شما کمک کند تا با ترس‌هایتان بهتر کنار بیایید. گاهی اوقات یک دیدگاه بیرونی می تواند راه حل‌هایی ارائه دهد که به تنهایی به آنها فکر نمی کنید. 7. مثبت اندیشی و تجسم موفقیت. به جای فکر کردن به اتفاقات بد، سعی کنید موفقیت‌ها و لحظات خوب را در ذهن خود تجسم کنید. این کار به شما انگیزه می‌دهد و به تدریج ترس را کم رنگ می‌کند.